راست بمان صدا زد علی مولای من اهل کرمه به کرمت به من اجازه بده. اجازه داد آمد پیش حسنین و زینبین اجازه بگیره. بچه های زهرا منو اجازه بده من خانه اقوام میرم. امام حسن فرمود بزد چرا میروی؟ ما که احترام مادر رو به تو داریم، اما بزد ما که مادر نداریم گریه میکنیم، تو چرا گریه میکنیم؟ صدا زد من دلیل دارم گریه میکنم. پشت دروازه صدای زهرا به گوشم میگه بزدبی یا امانت علی رو بردار. اگه وقت داخل اندرون خانه میشم صدای از دستاس زهرا به گوشم میرسد. چه دستاز فاطمه داره؟ سلمان میگه یک روز رفتم دیدم فاطمه دستش به دستاسه، اما دست آسیا خون داره. اینقدر بیبی زحمت کشیده. دوباره میرسد بو ای گولیاس غریبی را دیلم بین مود احساس. چرا از یادگاری های زهرا نمیگوید کسی از آهی دستاز؟ فزا میگه هر وقت وارد اندرون میشم میبینم این دستاز با خودش حرف میزنه. میگه یک روز دست زهرا سایه پیمان کرد آسیایی دستی او که دشمن زد شرر بر هستی او. دل دست آسوم نالید و چندد که روز دستی زهرا بر سرم بود، که روز دستی زهرا بر سرم بود. چی کرده ای اهلی دل مس مارو با او فشاری اون دروده وارو با او. دستاز زهرا روزه فاطمه میخونه. میگه آی مردم شما ندیدید به زهرا چی آمد پشت دروازه؟ اون میخ در با سینه زهرا چی کرد؟ کار زهرا رو به کجا رسان؟ گروزش رنگی شامی تارو بگرفت، کمک در رفتن از دیوارو بگرفت. میگه اگه خبر ندارید گوش کن من به شما خبر میدم. از رفتن بس که حالش زارو میشد، عصای دستی او دیوارو میشد. وقت نواز حرکت کنه دست به کمر دست به دیوار قرار میداد. چه زهرا دست و بر دیوارو میبرد، قرار از حیدری قرارو قرار از حیدری قرارو میبرد. سخته برای یک مرد زنی جوانش وقت حرکت کنه دست به دیوار بگیره، گاهی دست روی شانه زینب بگذاره. دل دختر چون مادر بس غمین بود، زبان حال زینب این چونین بود که مادر چشم و از مس مارو بردار. خدا را دست و از دیوارو خدا را دست و از دیوارو بردار. یک وقت بیبی زینب تقاضا کرد مادر هر وقت دست به دیوار میگذاره مشکل نداره، اما وقتی بابایم آمد دست به دیوار نگذار. انا لله و انا